قطعاً اسم مثلث برمودا رو شنیدی. مکانی فوق‌العاده مرموز و ناشناخته. البته ناشناخته برای ما آدمای عادی. منطقه بین میامی، پورتوریکو و برمودا که شبیه به مثلث و یکی از مرموزترین نقاط دنیاست که شایعه‌ها و تئوری‌های خیلی زیادی در موردش وجود داره. توی این ویدیو من میخوام تمام تئوری‌هایی که در مورد مثلث برمودا وجود داره رو بررسی بکنم. پس حتما تا آخر ویدیو همراه هم باش. برمودا مکانی که در اون واقعیت و افسانه در هم تنیده میشن. کشتی‌ها و هواپیماها بدون هیچ ردی ناپدید میشن. قطب نماها و سیستم‌های ناوبری پیشرفته از کار میافتن. این منطقه آب و هوای فوق‌العاده عجیب غریبی داره و هیچ چیزی توی این منطقه از قوانین فیزیکی که ما میشناسیم پیروی نمیکنه. تئوری اولی که در مورد مثلث برمودا وجود داره تمدن آتلانتیسه. تمدنی با تکنولوژی‌های فوق‌العاده پیشرفته که سالها از الان ما جلوترن. برخی تئوری‌ها به این اشاره داره که تمدن آتلانتیس توی منطقه برموداه. این تمدن برای اینکه کسی نتونه پیداشون بکنه منطقه رو با تکنولوژی‌های خودشون دستکاری میکنن و نمیذارن کسی از اونجا عبور کنه. در مورد تمدن آتلانتیس شواهد و مدارک زیادی در طول تاریخ وجود داشته اما هیچ کدوم رو نمیشه به صورت 100% اثبات کرد. تئوری دومی که در مورد مثلث برمودا وجود داره گرداب‌های الکترومغناطیسیه. برخی از دانشمندان اعتقاد دارن که این منطقه جغرافیایی پر از ناهنجاری‌های الکترومغناطیسیه. برای همینم کشتی‌ها و هواپیما وقتی از این منطقه عبور میکنن دستگاهشون دچار مشکل میشه و به خاطر همین موضوع سقوط میکنن یا گم میشن. تئوری بعدی پورتال آدم‌فزایی‌ها. تعدادی از نظریه پردازان این تئوری رو مطرح میکنن که درون مثلث برمودا و در واقع زیر آب‌های اقیانوس یک پورتال فرازمینیه که آدم‌فزایی‌ها از این پورتال برای رفت آمد و جابجایی بین زمین و سیاره خودشون استفاده میکنن و برای اینکه توسط انسان‌ها لو نرن و یا آدما به اونجا دسترسی نداشته باشن این منطقه رو با تکنولوژی‌های پیشرفته‌شون برای انسان‌ها غیر قابل نفوذ کردن. در مورد آدم‌فزایی‌ها سال‌هاست که داره توی دنیا گفتگو میشه اما اینکه اونا توی مثلث برمودا ان واقعا نمیشه این رو اثبات کرد. تئوری بعدی ایجاد ناهنجاری‌های الکترومغناطیسی توسط اهرام زیر آب توی منطقه برمودا. توی سال 2012 دانشمندی به نام ورلاگ مایر با کمک ردیاب صوتی اهرام کریستالی زیر آب توی منطقه مثلث برمودا کشف کرد. این دو هرم حتی از اهرام مصر هم بزرگترن. گفته شده که به دلیل کریستالی بودنشون این دو هرم میتونن بر جریان‌های الکترومغناطیسی و همینطور آب و هوا تاثیرگذار باشن و دلیل اتفاقهای عجیب توی مثلث برمودا همین اهرام کریستالی زیر آب. اینکه هرم یکی از پر انرژی ترین اشکال هندسیه در شکی نیست، اما اینکه آیا واقعاً اهرامی که زیر آب هستن میتونن باعث چنین اتفاقاتی توی اون منطقه باشن؟ شاید این رو هم کسی نتونه ثابت کنه. تئوری بعدی که در مورد مثلث برمودا وجود داره هیوله‌های دریاییه. خیلی‌ها عقیده دارن که منطقه برمودا پر از هیوله‌های دریایی ناشناخته است و این موجوداتن که به هواپیماها یا کشتی‌ها حمله میکنن و باعث از بین رفتنشون میشن. نکته‌ای که در مورد این تئوری وجود داره اینه که قطعاً توی دریاها و اقیانوس‌ها و توی اعماق آب موجودات ناشناخته برای ما آدم‌ها وجود داره. از طرف دیگه ناسا کارش رو با کاوش توی اقیانوس‌ها شروع کرد اما به یکباره پروژه هاشون رو کنسل کردن و شروع به کاوش توی فضا کردن. خب واقعاً اونا با چه چیزی روبرو شدن یا از چه چیزی ترسیدن که اصلا به خیال آب شدن و رفتن توی فضا؟ اما تئوری آخری که در مورد مثلث برمودا وجود داره از همه باور نکردنی تر و البته منطقی تره. قبل از اینکه اونو بهت بگم یاد نره که کانالمو سابسکرایب کنی، به دوستات معرفی کن، لایک و کامنت هم یاد نره.
آخرین تئوری که در مورد مثلث برمودا وجود داره اینه که این منطقه پر از جزایر مخفیه که دولت آمریکا داخل اون آزمایشگاه‌های فوق سری ساخته. احتمالاً اسم منطقه 51 توی آمریکا رو شنیده باشی. تئوری‌های خیلی عجیب غریبی هم در مورد این منطقه وجود داره و اطلاعات خیلی کمی از اونجا به بیرون درس کرد. یه سری میگن آمریکایی‌ها توی این منطقه آزمایش‌های خیلی عجیب غریب و وحشتناکی رو روی فرازمینی‌ها و آدم‌فضایی‌ها انجام میدن. یه سری هم میگن آمریکایی‌ها توی این منطقه با خود فرازمینی‌ها همکاری میکنن و اینکه حالا توی چه پروژه‌هایی داره همکاریشون پیش میره قطعا مشخص نیست. نکته‌ای که وجود داره اینه که گفته میشه آزمایشگاه‌های اصلی آمریکا توی جزایر مخفی توی مثلث برمودا و خب با توجه به مخفی‌کاری‌های دولت آمریکا توی همه مسائل مخصوصاً چنین اقدامات محرمانه‌ای میشه حدس زد که اگه آزمایشگاه‌ها واقعاً اونجا باشن اونا با توجه به تکنولوژی‌هایی که تونستن از فرازمینی‌ها به دست بیارن این منطقه رو برای آدمای عادی غیر قابل نفوذ کردن. Where's that? Oh, an island way off somewhere that hasn't been discovered yet. سال هاست که در مورد مثلث برمودا صحبت‌های زیادی میشه و هیچ کس واقعا نمیدونه اونجا چه اتفاقی داره میفته. و به نظر من منطقی ترین چیزی که میشه گفت اینه که آزمایشگاه‌های فوق سری دولت آمریکا توی این منطقه باشه. اما خب من دوست دارم نظر تو رو هم بدونم. با توجه به تئوریایی که گفتم به نظر تو کدوم منطقی تر و قابل باورتر به نظر میرسه؟ حتما نظرتو برام بنویس.